دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. به شما در جریان قرار داریم که سیلاب‌های اخیر در افغانستان مخصوصا در ولایت غور، بادغیس، فراه، بغلان خسارات هنگفت مالی و همچنان جانی را برای مردم ایجاد کرده بود که خوشبختانه برادرای ما شورایی که در لندن، شورای هماهنگی که افغان‌های مقیم لندن بودند، اینا مبالغ را کمک کردند و ما امروز در ولایت غور، قریه کمنج و قوک که قبلا سروی شده بود، حتی منطقه سر کوتل سلاخانه را ما قبلا سروی کردیم و امروز توزیع مواد غذایی است که شامل 8 قلم هست: برنج درجه اول 20 کیلو، آرد قزاق درجه اول 5 لیتر روغن و چای شما در تصویر مشاهده میکنید، رب 10 پاکت مکرونی، شکر و لوبیا هست که یک بسته مواد غذایی تهیه شده و به تعداد 120 فامیل ما سروی کردیم و اینا توزیع میشه. خوشبختانه این مواد توسط برادرای ما از کشور انگلستان، از لندن و شورای که افغان‌های مقیم لندن تشکیل داده بودند، این پول به حساب ما آمده بود. ما این را خریداری کردیم. بعد از 2 شبانه روز اینا در این منطقه رسید. در ویدیوهای قبلی شما دیدین که ما حتی مسافه های راه را چندین ساعت پای پیاده آمدیم تا اینکه به این مردم کمک ها را برسانیم. اینا سروی شدن و الحمدلله امروز پروسه توزیع مواد شروع شده. ما به اساس جدولی که قبلا سروی کرده بودیم این فامیل ها را شروع میکنیم و همچنان از هموطنایی که مبالغ مالی و کمکی را میتونن برای فامیل ها داشته باشن، متاسفانه سروی که ما انجام دادیم به 10 باغ های مثمری که به میلیون ها افغانی سرمایه از اونا بوده یا ارزش از اونا بوده، به 10 دکان که ما بیش از 150 دکان را در منطقه قوک، کمنج و دهن مرقه سروی کردیم. اینا کاملا از بین رفته. متاسفانه خسارات هنگفت مالی و همچنان بالای 200 خانه به طور کلی از بین رفته که نیاز به سرپناه دارند. امیدوار هستیم در پروسه کمک رسانی او عده از هموطنان ما و او عده از نهادهایی که میخواهند در بحث کمک و همکاری برای مردم ما همکاری داشته باشند، ما انشالله کمک های اینا را به صورت شفاف برای مردم آسیب دیده در این مناطق و سایر مناطقی که از این مشکلات رنج میبرند متحد هستیم که برسانیم. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل. ما خان محمد نام دارم، ولد شاه محمد از قوکم. ما تشکر میکنیم از این افغانی هایی که به داخل لندن، خدا اونها خیر بیتینه، خدا اونها کامیاب و سربلند و سرفراز داشته باشه که ما کمکار بهم خوار و غریب و بیچاره بهم سیلزده و خانورده و باغورده و دیکونورده داده. ما از قوکیم که
این تحصیل بشرناک بیامد که هیچی به طول عمر کسی یاد نمیتونه. آن تحصیل بیامد که تمام همه دکان و باغ و خانه و اینا همه بابرد. و طرف خداوند تعالی دیگه، امر خداوند تعالی ما قبول داریم. من سردارم بلدی محمود از قریه کمن. یه همکاری که برادرایی که به لندن بودن برای ما به قوم کمک کردن به این سیلزده ها. ما از خانه و کاشانه های ما رو برده به فرض مثال به کمپل و خیمه و همه چیز ما ضرورت داریم. ما عبدالکبیر هستم، برای عبدالباقی از کمنج هستم. تشکر این نفرهایی که به لندن هم به ما کمک کردن. خیر ببینن دیگه. سرک لازم داریم که به ما سرک بسازن، پل مراقبت کنن این کارا. هر روز میشه که به ما نی خوراکم رسه، نی آب رسیده، نی پل داریم، نی سرک داریم، هم تو موندیم سرک پل نداریم که ما تا کلینیکا طفلا مریض پرتو تا طفلای ما که ببریم و بیاریم. همه خواست ما اینه که باید پلای ما رو جور کنن، سرک ما رو تیار کنن. خواست ما اینه که چیزی باید بکنه دولت و مردمی خود ما هم کار شد. در محمد بلد محمد سربر خیلی خوشبخت شدیم از این برادرایی که به لندن ما کمک برسوندن. خیلی چند وقته که ما به پای سنگا زندگی میکنیم. خداوند وارد داشته باشه، زنده داشته باشه. راه نبود، همین نو راه باشیده ما همین کمک ها برسیده دیگه خیلی رضاییم از شما. تشکر. خیمه، کمپل دیگه هم تا چیزا ضرورت داریم که خیلی ما باید کمک شوند که داشتیم دیگه. مواد خوراکی که خیر بینن برادرایی که لندن ما روان کردن، خیر بینن. خیلی تشکر. خداوند ور زنده داشته باشه. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من، دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هست